رفیق صدیق در دوره انقلابی سالهای 57 تا 59 درخشید. استعدادهای انباشته شده در وجودش شکوفا شدند. دیگر آن صدیق کم حرف و فرو رفته در خود که در ذهن من نقش بسته بود نبود. در کانون وکلای دادگستری ایران در رهبری خیزش مردم سنندج بر علیه رژیم شاه، در صحنه‌های مختلف مبارزه هوشمندانه با ارتجاع محلی و در منزوی کردن مرتجعین اسلامی، در مذاکره با دشمن، در قاطعیت و صراحت کم نظیری در کلام، به عنوان یک آژیتاتور کمونیست که از اعتماد به نفس و از باور به نیروی بپا خواسته مردم در انقلاب مایه می گرفت، در اعتصاب عمومی یک ماهه برای اخراج پاسداران از شهر، در پروسه دموکراتیک کردن فضای شهر سنندج، در فرماندهی کردن مقاومت مسلحانه در منطقه کامیاران و تحکیم مناسبات کمله با زحمتکشان روستاهای این منطقه، بسیاری از مردم هنوز به سر او سوگند می‌خورند، رسمی که در فرهنگ کردستان متداول است. در عرصه تبلیغ با زبانی شیوا و هیجانی که چون از دل برمیخواست لاجرم بر دل مینشست. در هیئت تحریریه نشریه پیشرو در قانونمند کردن دادگاه‌های کمله به کمک تخصصی که در این زمینه داشت، در شناساندن جنبش انقلابی کردستان در اروپا، در هیئت نمایندگی کمله در خارج کشور، در همه این زمینه‌ها کارنامه‌ای درخشان و در موارد بسیاری منحصر به فرد از خود بر جای گذاشت.